أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. أول تجوید سورة الانشراح میخوانم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. إن مع العسر يسرا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ألم نشرح همزه این همزه استفهام است و به نام همزه قطعی یاد میشه. همزه قطعی یعنی در تمام حالات اگر در آغاز جمله باشه یا در وسط جمله باشه در تمام حالات تلفظ میشه و از آخر حرف تلفظ میشه. علم لم میم میبینیم که میم ساکن بعد از میم نون آمده، در اینجا اظهار شفوی میشه، یعنی بالای این میم باید غنه صورت نگیره و نه اخفا شود، واضح خوانده باید شود. علم نشرح، نشرح را پر خوانده میشه به خاطر که فتحه داره. رح از وسط حلق تلفظ میشه. نشرح لك صدرك، صادر پر خوانده میشه. از جمله حروف مستعلیه است، یعنی که صفت استعلا داره، به این معنا که آخر زبان در وقت تلفظ باید در حروف مستعلیه باید بلند شود. استعلا یعنی بلند شدن. پس یعنی وقتی که حرف ما بخوایم که پر تلفظ کنیم باید آخر زبان ما باید بلند شود، یعنی دهن به قسم عمودی باز میشه و در دل قلقله باید صورت بگیره. قلقله یعنی تکان دادن مخرج حرف که 5 حرف داره. از جمله حروف که حروف چی است؟ قطب و جد است. قطب و جد یعنی قاف، قا، ب، جیم، دل که از اون 5 حرف یک حرفش که میدال است در اینجا آمده و شرط قلقله ای است که باید اون حرف ساکن باشه. دل میبینیم که ساکن است و قلقله چی مانا؟ یعنی تکان دادن حرف در مخرجش که شخص مخاطب تکان حرف بشنوه و بفهمه که کدام حرف ما تلفظ کردیم. صادق. بعضی اشتباهاتی که در قلقله در وقت تلفظ قلقله صورت میگیره که صرف یعنی اوتر است که در حالت تکان دادن، یعنی اوتر اشتباه نشه که مثلا اون حرف ما زبر بتیم، یعنی فتحه بتیم یا کسره بتیم یا ضمه بتیم. صرف در یعنی حرف در مخرجش تکان باید بتیم. اوتر نگویم که صاده و باسی خود حرکت دال شد مثلا، یا بعضی تو تلفظ میکنه صادی راک صادی، خب باز یعنی او تو اشتباه میره که اینجا به دال ما حرکت کسره دادیم. یا مثلا صادو یعنی این باز تو میشه که مثل که تلفظ یا حرکت ضمه دادیم، یعنی صرف در مخرج تکان میتیم. صادو راک را هم پر خوانده میشه و کف در کاف صفت همس است و صفت شدت هم داره. صفت شدت یعنی به این معنی که وقتی که ما کف تلفظ میکنیم در وقت تلفظ کف صدا در مخرج حرف قطع میشه. مثلا این رقم میشه که صادرک قطع شد صدا، خود چون در پهلوی صفت شدت
صفت همس هم داره. همس یعنی جریان نفس. وقتی که ما در اینجا کف تلفظ میکنیم، کف که هست خب صفت شدت که داره، یعنی باید صدا قطع شود در وقت تلفظش. خب در پهلوش صفت همس یعنی جریان نفس یا هوا، جریان صدا نه بلکه جریان نفس یا هوا. به این خاطر باید ما قسم تلفظ کنیم که صدا یعنی میبخشید نفس جریان داشته باشه که نفر مخاطب بفهمه که ما کدام حرف تلفظ کردیم. صدرک و وضعنا ضاد پر خوانده میشه، عین از وسط حلق تلفظ میشه، نه در الف مدی در اینجا مد اصلی میشه که به اندازه 2 حرکت کش میشه، نه از 2 حرکت زیاد نکن. و وضعنا هم نمیگیم، و وضعنا هم نمیگیم، و وضعنا و وضعنا عنک. ده نون ساکن اخفا میشه به خاطر که بعد نون ساکن کف آمده و کف از جمله حروف اخفا است. وزرک را هم پر خوانده میشه به خاطر فتحه داره و کف باید متوجه باشیم که یعنی نفس قید نسازیم. وزرک الذي انقض ظهرك. الذي ده الذي ذل در یعنی به نوک زبان تلفظ میشه و یا ده یا که است میبینین که علامه مد هم بالایش است، یعنی بعد از یا چون همزه آمده و همزه در کلمه یعنی در مکالمه که حرف مد است، یعنی در الذی موجود نیست بلکه در دیگه کلمه است، یعنی در کلمه جدا، یعنی حرف مد در یک کلمه در الذی است حرف مد یا و همزه در دیگه کلمه است. پس به این خاطر این مد منفصل. یعنی منفصل چی معنی؟ یعنی جدا جدا، یعنی مد است که حرف مد در یک کلمه آمده و سبب مد که در مدهای مد متصل منفصل همزه است، پس در دیگه کلمه آمده و این مد متصل از 2 حرکت الی 6 حرکت کش میشه. و فرق میکنه که اگر ما یک تلاوت میکنیم یک مد منفصله 2 حرکت کش کردیم، پس دیگه مدهایش هم یعنی 2 حرکت کش میکنیم. اگر 4 حرکت کش کردیم دیگه مدارم 4 حرکت، یعنی تا 5 حرکت کش کرده میشه، از 2 الی 5. انقض ظهرك. ده انقض ده نون اخفا میشه به خاطر که بعد نون ساکن قاف آمده. انقض قضا و این اخفای ما باید اخفایی که ما تلفظ میکنیم اخفایی باشه که یعنی صدا، یعنی اخفای مفخم است، صدای پر، به خاطر که بعد نون ساکن حرف مفخم آمده. انقضا قاف هم از جمله حروف پر است باید پر تلفظ شود و ضاد هم از جمله حروف پر است باید پر تلفظ شود، یعنی حروفی است که در وقت تلفظش آخر زبان باید بلند بسازیم. قضا ضا هم از جمله حروف پر است باید آخر زبان ما در وقت تلفظ باید بلند کنیم و ها از جمله حروفی است که از آخر حلق باید تلفظ شود. ضا و چون ساکن است و صفت همس هم داره، پس باید در وقت تلفظش نفس یعنی جریان نفس قید نسازیم. ضه رک را پر خوانده میشه و در کف هم باید همسه فراموش نکنیم صفت همسه. ضه رک یعنی نفس جریان نفس قید نسازیم. فإن مع العسر يسرا. فإن دنون چون نون مشدد است بالای شد است باید غنه شود به اندازه 2 حرکت یعنی یک الف. فإن زود تیر نمیشیم، اگر من زود تیر شما تو فإن مع العسر پس غنه نکردم حقش ادا نکردم. فإن مع العسر يسرا ایرا هم پر تلفظ میشه به خاطری که حرکت ضمتین داره میباشین فتحتین. إن مع العسر يسرا. این دنون هم باید غنه صورت بگیره به اندازه یک الف
مع العسر یسرا. عسری این را که است باریک تلفظ باید شود بخاطر که کسره داره. مع العسر یسرا. فإذا فرغت فانصب. فإذا ذل باید در یعنی بنوک زبان تلفظ شود. فرغ غین از جمله حروف خص ضغط انقض، یعنی 7 حرف است در تمام حروف هجا که باید همیشه پر تلفظ شود که از او جمله غین هم است. فإذا فرغت فانصب. در نون اخفا صورت میگیره به خاطر که بعد از نون ساکن صاد آمده. فانصب. و دبه هم باید قلقله شود. قلقله ما باید یعنی در قلقله ما اشتباه فتحه و کسره و ضمه نره. فانصب یا فانصبی یا فانصبو متنشه. فانصب. و الى ربک فرغب. و الى حمزه از آخری حلق تلفظ میشه. ل مد اصلی است که به اندازه 2 حرکت کش میشه. ربک را پر خوانده میشه و فرغب را پر خوانده میشه. غب غین هم پر خوانده میشه و دبه قلقله میشه. قال میایم به ترجمه و تفسیر سوره الانشراح. سوره الانشراح، انشراح یعنی گشودن، باز کردن. مکی است، 8 آیت و 1 رکوع است. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به نام الله بخشاینده و مهربان. و در این سوره جایگاه رسول صلی الله علیه و بیان شده و یعنی امر به رسول صلی الله علیه و همه ما است که فاذا فرغت فانصب و الى ربک فرغب، که باز در ترجمهشان انشاءالله میخوانیم که الله متعال چی فرموده. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع میکنیم به نام الله بخشاینده و مهربان. الم نشرح. همزه استفهام است. آیا لم نشرح باز نکردیم. نشرح معنایش است که باز کردیم، یعنی فعل مضارع است. فعل مضارع یعنی و لم که در فعل مضارع داخل شود پس او به معنایش به فعل ماضی تبدیل میکنه، به ماضی منفی. پس یعنی نشرح منفی ساخته. چه رقم که لم نشرح باز نکردیم. الله متعال سوال میکنه آیا لم نشرح باز نکردیم ای محمد السلام لک برای تو صدرک سینه‌ات را، یعنی باز کردیم. و وضعنا و دور کردیم ما عنک از تو وزرک بار گرانت را. یعنی در از این آیت 2 تفسیر شده. بعضی ها میگن، بعضی علما که هدف از انشراح صدر این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم قلبش شستشو شد 3 بار و توسط آب زمزم شسته شد. اسمی که انشراح یعنی شق الصدر، یعنی هدف از انشراح الصدر یعنی شق الصدر است. یعنی 3 بار قلبش سینهش چاک شد و پاره شد و قلبش توسط آب زمزم شستشو شد. که یک بار در وقتی که در خانه حلیمه سعدیه بود، یعنی در زمان طفولیت که همراه اطفال بازی میکرد و فرشته ها آمدند، 2 فرشته توسط 2 فرشته این عمل جراحی صورت گرفت و قلبش شستشو شد که و اطفال به زبان خود این حالت بیان کردند و اطفال هم دیدن. و بار دوم یعنی قبل از نبوت و بار سوم یعنی بار سوم در شب معراج، یعنی 3 بار شق صدر شده که الله متعال اون حسه که یعنی حسه حسد و کینه را از دور ساخته و در بجایش شفقت و مهربانی را جا کرد و دیگه ای که قلبش تقویت کرد. و بعضی ها میگویند که هدف از انشراح الصدر
این است که رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که بالایش وحی میشد رنگش بخی زرد میشد و تاو میکرد. بعضی وقت یعنی در وقت زمستان یعنی بالایش عرق میآمد، یعنی زیاد حالتش خراب میشد. از این یعنی وحی زیاد سنگینی داشت. الله متعال بیان میکنه که الم نشرح لك صدرک، آیا باز نکردیم برای تو سینه‌ات را؟ یعنی انشراح صدر کردیم تو را، سینه‌ات را فراخ ساختیم. ووضعنا عنك وزرک، و دور ساختیم ما. و وضعنا، و دور ساختیم، نه معنیش از ما. و وضعنا یعنی دور ساختیم ما عنک از تو ای محمد صلی الله علیه و سلم وزرک، بار گرانت را. در تفسیری که یعنی در روایت در تفسیری که مثلا که از این آیت به این آیت شق الصدر مراد است، باز معناش است که و وضعنا و دور ساختیم ما عنک از تو وزرک، بار گرانت را، یعنی اسباب گناه را از سینه دور ساختیم و حسه حسد و کینه را از تو دور ساختیم. اسبابی که سبب گناه میشد او را از تو دور ساختیم. پس یعنی که اگر بالفرض تو این حالت می داشتی شاید یعنی چی می شدی؟ یعنی اونمو اسباب گناه اگر در تو موجود می بود سبب گناه می شد. الذي انقض ظهرك، آنکه انقضش می شکستان ظهرک، پشتت را. ظهر یعنی پشت، که یعنی از تو پشتت را، یعنی کمرت را می شکستان. و در تفسیر دیگه که از هدف انشراح الصدر که ای است که الله متعال سینه‌اش را فراخ ساخت و این گرانی یا سنگینی این وحی را الله متعال از پیشش گرفت. مطلبی که او حالت برش آسان ساخت که حالت سخت بود، یعنی چهره رنگش تغییر میکرد، تب میکرد، میلرزید، عرق میکرد. حتی یک کلمه که کلمه در سورة البقره حتی تبین لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود، این وقت نازل شده بود. یعنی پیش از یک کلمه من الفجر که شما وقت کلوا و اشربوا حتی یتبین، یعنی شما بخورید و بنوشید، یعنی در وقت رمضان تا چی وقت شما خوردن و نوشیدن کردن میتونید تا که تار سفید از تار سیاه یعنی فرق شود. و صحابه کرام از این دیگه برداشت کردن که تار سیاه و تار سفید. پس الله متعال میگه یک کلمه را نازل کرد که من الفجر، تار سیاه از تار سفید چی؟ یعنی از صبح، فجر، من الفجر. این یک کلمه که نازل میشد در صفه ششته بودن. رسول الله صلی الله علیه و از ابن عباس رضی الله عنه روایت است که یعنی صفه خرد بود، وقتی که جایی که کم باشه پس صحابه کرام یا هر کسی یعنی جایی که کم باشه خود نزدیک یک دیگه که بشینن، کناره زانوها بالای یک دیگه قرار میگیره. میگه زانوی رسول الله صلی الله علیه و سر زانوی ما بود وقتی که در این حالت وحی، یعنی چنان رسول الله صلی الله علیه و یعنی بالایش فشار آمد که یعنی فشار رسول الله صلی الله علیه و فشار زانویش ما حس کردم بالا زانوی خود که فکر میکردم که بیخی استخوان ما یعنی قطع شد، شکست. صرف یک کلمه که نازل شد من الفجر، این یک کلمه اینقدر یعنی وحی سنگینی داشت. پس الله متعال بیان میکنه که و وضعنا و دور کردیم ما عنک از تو ای محمد صلی الله علیه و وزرک، سنگینی را، یعنی سنگینی وحی را. الذي انقض ظهرك، آنکه میشکستان کمرت را، یعنی بر تو آسان ساخته. و باری رسول الله صلی الله علیه و به مکه سفر داشت و بالای شتر خود نشسته بود. شتر رسول الله صلی الله علیه و قصوا نام داشت. در این حالت آیت بالایش نازل شد، در این حالتی که سفر میکرد. صحابه کرام میفرماید که یعنی در یعنی از زیاد که بالای شتر زیاد فشار آمد و یعنی بیخی یعنی چیز شد، چی برش میگه، یعنی نشست، افتاد، یعنی اوت حالت سرش آمد که ما فکر کردیم که هلاک شد. و کدام آیت نازل شده بود در این حالت؟ در سورة الاسراء. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیت است وقل جاء
الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. یعنی اشاره به فتح مکه بود. یعنی از سنگینی وحی شطور اوتو حالت گرفت که ما فکر کردیم که شطور هلاک شد، ما باید دیگه شطور را بیاریم. باز به رسول الله صلی الله علیه و آله که گفتن، رسول الله صلی الله علیه و آله گفت که فرمودن که این حالتش پس صحیح میشه. اوتو حالت داشت. پس الله متعال بیان میکنه که این بار از تو دور کرده. قسمی که موسی علیه السلام یعنی در وقتی که پیغمبر شد باز این دعا را کرد که رب اشرح لی صدری، یا الله باز کن سینه ام را، یعنی سنگینی وحی را به ما آسان بساز. و رفعنا لک ذکرک و رفعنا و بلند کردیم ما لک برای تو، ذکرک یاد تو را. یعنی مشرکین و کفار زیاد کوشش میکردن که نام رسول الله صلی الله علیه وسلم محو بسازن، هر جا محو میساختن و میگفتن که این شخص وقتی که از میان ما رفت خلاص نامش خاموش شود. الله متعال میگه که ما به تو قسم جایگاه دادیم که همیشه نام تو همراه نام ما ذکر میشه. مثلا در کلمه طیبه لا اله الا الله محمد رسول الله، در آذان، در اقامت، در تشهد، در خطبه ها، خطبه جمعه و خطبه عیدین و در منا و در صفا و مروه، در تمام اماکن، یعنی با همراه الله متعال نام رسول الله صلی الله علیه و آله یک جا ذکر میشه. یعنی این جایگاهی که الله متعال به رسول الله صلی الله علیه و آله داده که هم در کتب قبل از قرآن، هم در قرآن کریم، هم در کتب آسمانی قبل از قرآن نامش ذکر شده و که یعنی نامش هم در دنیا و هم در آخرت جاودانی است. فإن مع العسر يسرا. پس این بدون شک، مع العسر، مع یعنی همراه، العسر یعنی سختی، مع العسر همراه سختی، یسرا آسانی است. این قانون الله متعال است که این در قرآن کریم هم ذکر کرده و در حدیث شریف هم ذکر شده که همراه سختی آسانی است. این بدون شک مع العسر همراه سختی، یسرا آسانی هست. یعنی بعد از هر دشواری و سختی آسانی است. این قانون الله متعال است، قانون شرعی الله متعال. در حدیث شریف قسمی که ذکر شده که الفرج مع الكرب، الفرج مع الكرب، یعنی هر غم چی داره؟ یعنی گشایش داره، یعنی میگذره. و الظفر مع الصبر، و کامیابی همراه صبر است. یعنی سختی و مشکلات خو انسان ها میبینه در دنیا، اما باید در حالت سختی فقط ما راهی که الله متعال به ما نشان داده باید ما چی کنیم؟ واستعینوا بالصبر والصلاة، که کمک از الله متعال آدم میخواد. به چی؟ به صبر. صبر داشته باشه، تحمل کنه و دعا کنه، عبادت کنه، یعنی به الله متعال متوجه شود. غیر از این دور ما دیگر راهی نداریم. واستعینوا بالصبر والصلاة، ما باید صبر و تحمل داشته باشیم و به الله متعال متوجه شویم توسط عبادت، توسط دعاها، توسط نماز. فاذا فرغت، فپس اذا هنگامی که فرغت یعنی فارغ شدی ای محمد صلی الله علیه و فانصب، پس کوشش کن، پس قائم باش، پس استادگی کن، یعنی در عبادت. یعنی امر به رسول الله صلی الله علیه و آله است، اما شامل همه ما میشه. رسول الله صلی الله علیه و آله اگر که در کارهای دنیوی هم مشغول نبود، یعنی در دعوت مشغول بود که دعوت خودش هم عبادت است، اما بازم الله متعال برش امر میکنه که وقتی که از دعوتت فارغ شدی باید به عبادتت وقت بدی. ما انسان ها که تمام روز در کارهای دنیوی مشغول میباشیم، شب هم خواب میکنیم. یعنی انسان ها در دنیا اینقدر
مشغول کارهای دنیوی است که باز اینقدر به کارهای دنیوی خود مصروف میسازه که باز به نماز خود وقت نمیته. به نماز خود مثلا در وظیفه است، میگه در وظیفه هستم، در کار هستم، خلاص نماز نمیخوام. یعنی رسول الله صلی الله علیه و موجوده که در دعوت مشغول بود، که یعنی کارهای دنیوی نمیکرد. باز الله متعال بهش میگه فانصب، پس استادگی کن در عبادت، یعنی وقت بده به عبادت جدا. یعنی ما اگر در روزانه ما کارهای دنیوی میکنیم، شب ما باید به یا در روز یک وقت به عبادت خود خاص بسازیم. اما بسیاری از ما انسان ها از این غافل هستیم. و الی ربک، و به سوی پروردگارت فرغب، پس نیایش کن، مناجات کن، دعا کن. یعنی به دعا وقت بده، به راز و نیاز به الله وقت بده. در دعا یعنی زیاده روی کو، از احساسات کار بگی. یعنی به الله متعال چنان محبت کن که یعنی در دعایت احساساتی شوی. به الله متعال راز و نیاز کنی، وقت زیاد بده.